با سلام خدمت شما متعلمین نهایت عزیز، شما را خوش آمدید میگیم به مضمون جیولوژی صنف دهم. با ما دکتر علی مویقی همراه باشید. آغاز میکنیم بخش سوم از فصل سوم جلسه سوم از جیولوژی را با موضوع فعالیت جیولوژیکی بادها. اجنده های جلسه عبارتند از تصنیف باد و رولایان، عملیه تخریب توسط بادها، انتقال مواد توسط باد و پروسه ترسب. خب انواع مختلف باد یا شمالی که ما و شما میشناسیم عبارتند از بادهای نرم و ملایم که صبحگاهی میوزه، بادهای سردی که در ایام سرد سال مخصوصا در زمستان ها میوزه و دیگه بادهای تند و سریع خزانی است. خب بریم سراغی که با هم دیگه ببینیم که آیا همین باد که در سطح زمین فعال است و به عنوان یک عامل در علم جیولوژی مطرح میشه، آیا این هم مانند آبهای جاری که در لکچرهای قبلی با هم بحث کردیم و یخچال‌ها اثراتی بر فعالیت‌های جیولوژیکی دارن یا نه؟ میتوانن کمایی که مثل یخچال مثل آب بتانن یک سنگ‌های را تخریب کنن، فرسایش بتن، باز رو منتقل کنن و نهایتاً او را ترسب کنن. برای فهمیدن این سوالات در ادامه درس با ما همراه باشید. خب بریم سراغ فعالیت جیولوژیکی بادها. عبارتند از میده شدن، لشم و صیقل یافتن احجار. خب پس میبینیم که باد هم به عنوان یک عامل در فعالیت‌های جیولوژیکی نقش بسیار مهم داره. جدا از وقتی که سنگ‌ها رو میده کرد، خرد کرد، لشم کرد، باز مواد رو هم میتونه که انتقال بده. انتقال مواد دانه‌دار از یک منطقه به منطقه دیگر. خب این عامل انتقال بیشتر مربوط است به قوه اصلی باد که چقدر این باد ما قدرتمند است که میتونه مواد را چطور انتقال بده. وقتی که مواد را انتقال داد، باد دو سرنوشت داره این مواد. یکی در سطح زمین یا در اقیانوس اینا ترسب میکنه و دو در یک سری از مناطق خاص مثل بیابانها به صورت تپه ها یا برجستگی ها تبارز میکنه. حالا بخوایم مگه خود باد را برای شما دوستای عزیز تعریف کنیم، مگه باد عبارت است از حرکت مولکول های هوا به صورت عموم مستقیم الخط، یعنی موازی سطح زمین حرکت کنه. اگر شما این دست از من به عنوان سطح زمین در نظر بگیرید، باد مولکول های هوا است که همین صاف موازی با سطح زمین حرکت میکنن. خب بریم سراغ این صحبت از این گپ. بریم سراغ این موضوع که عملیه تخریب توسط بادها چطور انجام میشه. رول باد در عملیه تخریب: یک، تخریب و میده شدن احجار در نتیجه فشار جریان هوا در سطح زمین. خب دوستای عزیز، اگر با هم یک لحظه در شکل دقت کنیم، میبینیم که یک سنگ است در بیابان، در محیط بیابانی که در معرض وزش شدید باد قرار داره و به سمت شکل B و C حرکت میکنیم و انکشاف فرسایش رو با هم میبینیم. ابتداعاً باد این سنگ میخوره، هیچ اتفاقی نمیفته. بر اثر گذر زمان این باد این سنگ رو میخراشه و میده میکنه. بعد از یک مدت میبینیم که یک شنگه سنگ بسیار صاف و لشم شده است بر اثر برخورد مولکول‌های باد و همچنین مواد منتقله‌ای که باد با خود همراه داره. اگر جدا از عکس بخوایم که همچین پدیده را، همچین عملیه را ما و شما در ساحه ببینیم، در این تصویر که دقت کنید، سنگایی است که در محیط‌های بسیار پرباد قرار دارن و فرسوده شدن و فرسایش یافتن. خب مورد بعدی میگه که باد میتواند احجار را با کمک مواد جامدی که انتقال میده تخریب کنه. در این فرایند میگن کوریژن. خب این فرایند چطور انجام میشه؟ یک وقت است که خود باد وقتی حرکت میکنه، ما و شما مولکول‌های گاز نمیبینیم، از یک جای جابجا میشوند تا جای دیگر. ما روش دومی است که وقتی که باد جابجا میشه، مواد منتقله خود که شامل گل است، شامل رس است، ریگ است، با خود میبره و اون موادی که با خودم راه داره او را در سنگای دیگه میکوبه. در سنگایی که در دیواره صخره هستند، در دره هستند، در ساحه هستند، او را میکوبه و این عمل کوبشی که مواد منتقله با باد بر روی سنگ انجام میده کوریژن میگوین. خب میگه که عملیه شدید تخریب باد در دره‌های کم عرض مناطق کوهستانی و صحراهای گرم و سوزان گسترش دارد. این دو مناطقی هستند که عموماً بادهای بسیار شدیدی هم دارند. در نتیجه عملیه تخریب در این مناطق بنان بیشتر خواهد بود. میگه که یک مثال از کشور عزیز ما نام میبره، میگه باد فرورفتگی هایی را در سطح زمین در دشت ناور به وجود آورده است.
خب مورد دیگه، باد ذرات ریگ و گرد را به هوا بلند میکند. خب ما و شما این مورد را در مملکت ما بسیار زیاد دیدیم، مخصوصا کسایی که در شمال افغانستان در مزار شریف زندگی میکنن یا در غرب وطن عزیز ما در ولایت هرات بسیار دیدن که ذرات ریگ و گرد همراه باد در هوا میخزه. خب جابجا کرده، وقتی که سرعت باد کم میشه اون مواد منتقله یا مواد امراض ترسب میکنه. همونطور که در این تصویر هم میبینیم وقتی که باد میخزه در منطقه که مواد منتقله باشه یا مواد خرد شده باشه میتونه که اینا را بال کنه از زمین. موارد دیگه که مطرح میشه که فاصله جابجایی مواد منتقله نشانگر شدت و سرعت باد است. خب این مورد شاید یک مقدار توضیح بیشتر بخواد. وقتی که مسلم است وقتی که باد قدرتش زیاد باشه میتونه فی المثل ذرات منتقله را 100 متر جابجا کنه، اما وقتی که سرعت باد قدرتش کمتر باشه، ضعیفتر باشه، شاید بتونه که اون 10 متر 20 متر جابجا کنه. پس هرچی که قدرت باد بیشتر باشه مواد منتقله هم بنان تا مسافت بیشتری منتقل خواهد شد. یکی از ساختارهایی که ما و شما وقتی که در تلویزیون صحراها و بیابانها رو میبینیم بسیار به چشم ما و شما آشنا میآید. در صحراها همین تصویری است که در این اسلاید شما دوستای عزیز مشاهده میکنید. میگه به توده های ریگی که در صحراهای ریگی تشکیل میشوند دیون یا برخان میگویند. خب اینا رو نامش ما و شما یاد گرفتیم که اینا رو زین پس اگه نام علمیش ما و شما بخوایم بگوییم دیون یا برخان میگیم اینا رو. خب بریم سراغی که این موادی که حال تخریب شده است چطور توسط باد منتقل می شود. اما تو که در این تصویر مشاهده میکنید وقتی که باد از یک منطقه از یک سمت شروع به وزیدن میکنه، یک مقدار از مواد به صورت معلق یا شناور جابجا میشوند، یک مقدار مواد میغلطن روی زمین، یک مقدارش باز جهش میکنه میند زمین، باز دوباره میخزن در هوا، اما یک مقدار اونایی که سنگین‌تر هستن بر روی زمین میلغزن و میغلطن. خب میگه مواد منتقله و شکل اینا. چه موادی منتقل میشه؟ ریگ منتقل میشه، ذرات گرد و حتی یگان وقت سنگچل ها را اینا که خود جابجا میکنن. خب بریم سراغی که اشکال جابجایی چی است. پس یک شکل جابجایی شناوری است، یک شکلش غلطاندن است. شناوری مربوط به ذرات سبک و خرد است مثل ریگ است، ذرات گرد است، اما غلطاندن مربوط به ذراتی که کلانتر هستند و بزرگتر و سنگینتر. میگه مواد شناور هزاران کیلومتر جابجا میشوند. اگه بخوایم دو مثالش ما و شما بگوییم، میگه ریگ و گرد از دشت مارکو و اربو به دشت قرقروم ترکمنستان منتقل میشوند. ببینید که از چقدر جابجا میشوند، چقدر مسافت های کلان کلان رو اینا میگذرانند تا در یک جایی که سرعت باد کم میشه ترسب کنند. و مورد دیگه میگه مقدار مواد گرد منتقله از صحرای عظیم افریقا به جزایر کاناری 10 میلیون تن می باشه. همینطور که باز در یک تصویر اینجا دوستای عزیز مشاهده میکنید، یک تصویر ماهواره‌ای است. شما میتونید ببینید که چطور گرد خاک به توسط باد از روی خشکی ها خسته و بر روی اقیانوس ها و سپس در جایی که مسیرش باشه مسیر باد منتقل می شود. خب بریم سراغ پروسه ترسب بادها. چطور حال باد موادی را که کد خود منتقل کرده اینا را رسوب میده. موقعیت ترسب مواد منتقله. یک میگه ابحار همراه با ترسبات بعدی. این ذرات میتونه که وارد بحرها شوند، دریاها شوند. دو، در سطح زمین در خشکی‌ها ترسب خاص بادی را با وجود بیاره، مثل همین دیون‌ها یا برخانه‌ها که در اسلایدهای قبلی ما و شما با هم دیدیم. خب میگه که ترسب بادی احجار با سنگ‌های غیر مستحکم هستند، زیرا سمنتیشن بطی دارن. اینا بسیار نرم هستند چون نمیتو سیمان شدگی اینا بسیار بسیار ضعیف است. سنگ‌های بسیار بسیار محکم را نمیسازن. اگر شما یک وقت بتونید که از نزدیک در ساحه دیونا یا برخانها رو ببینید، وقتی که بر رویش راه برید میبینید که سنگ‌های بسیار بسیار نرم هستند که دست برداشته میشن و مثل پودر میمانند. ترسبات بسیار محکمی نیستن. پس مورد دیگه میگه ریگ‌های منتقله توسط باد اکثرا دارای ذرات گل خاک میباشد و دانه‌های لشم، تیغه‌دار و صیقل هم در بین آنها دیده میشود. پس یک مجموعی از سنگ‌های بسیار مختلف، سنگ لشم میتونه باشه، سنگ تیغه‌دار میتونه باشه، ذرات با اندازه‌های مختلف میتونه در قدر رسوبات بادی پیدا شود.
مورد دیگر توضیحی لکچری است که ترسبات بادی موقعیت غیر موازی دارند. وقتی که رسوب میکنن غیر موازی هستند، اکثرا مایل یا موجی می باشند. اگر در این تصویری که برای شما دوستان عزیز تهیه شده دقت کنید، میبینید که این ترسبات بادی هیچ کدام به شکل موازی کنار هم ترسب نکردند، بلکه شکل موجی یا مایل دارند. خب دوستان عزیز، با هم میرویم سراغ سوالات کانکور. سوالات کانکور. سوال اول میگه که آیا بادها قدرت انتقال مواد دانه‌دار از یک منطقه به منطقه دیگر را دارد؟ فرم سوم ولایت بلخ. 1 نه خیر، 2 بله. 3 بادها قدرت بلند نمودن مواد دانه‌دار را ندارند. 4 هیچ کدام. خب ما و شما دیدیم در این لکچر که بادها این قابلیت و توانایی را دارند که مواد دانه‌دار را منتقل کنند که خود. پس جواب صحیح ما و شما جواب 2 می باشد. بله. سوال دوم، ریگ و گرد که توسط باد از دشت مارکو و اربو برداشته شده به یکی از دشت‌های زیل انتقال می‌یابد. فرم دوم ولایت لوگر. 1 دشت قراقروم ترکمنستان، 2 دشت آبران، 3 دشت کابل، 4 دشت توب ولایت وردک. خب ما و شما دیدیم که ذراتی که از دشت مارکو و اربو برداشته می شود به دشت قراقروم کشور ترکمنستان منتقل می شود. خب سوال سوم، بادها مواد جامد را به کدام متد تخریب می نمایند؟ فرم اول بلخ. 1 به متد رسوبات مورین، 2 با سرعت کم وایسته خود، 3 به اثر جریان نرم خود در فصل زمستان، گزینه 4 کوریژن و به کمک مواد جامد که با خود انتقال میدن. خب میدانیم که بادها مواد جامد را به کدام مورد تخریب می نمایند؟ خب گزینه صحیح ما و شما گزینه 4 از کوریژن. خب دیدیم که وقتی که باد مواد منتقله جامد با خود منتقل میکنه، اینا را در سنگایی که در ساعت هستن برخورد میده و باعث خرد شدن و تخریب اینا میشود. سوال 4، بادها در نتیجه فعالیت خود سبب به وجود آمدن کدام پروسه ها میشوند؟ فرم اول ولایت بدخشان. 1 تخریب، 2 انتقال، 3 رسوب، 4 همه موارد درست است. خب ما و شما دیدیم که بادها مثل سایر عواملی که در فعالیت‌های ژئولوژیکی نقش دارند، مثل یخچال، مثل آب‌های زیرزمینی، مثل آب‌های جاری یا آب‌های سطحیه، هم تخریب میکنه، هم مواد را منتقل میکنه و هم نهایتاً اونا را ترسب میده. خب پس گزینه صحیح ما و شما گزینه 4 بوده میتونه. همه موارد درست است. خب دوستای عزیز، با پایان جلسه 11 از مضمون ژئولوژی صنف 10 رسیدیم. تا جلسه بعد شما را به الله پاک میسپاریم.